بینندگان عزیز، 35 سال پیش در چنین روزهایی مراحل آخر کودتای خزنده‌ای که بر علیه رئیس جمهور و آقای بنی‌صدر و در واقع بر علیه جمهوریت در جمهوری اسلامی صورت می گرفت به روزهای پایانیش می رسید. روزهای حساسی که در رابطه با یکی از مراحل خیلی مهم، یکی از وقایع خیلی مهمی که بسیار تعیین کننده بود در انتقال و تحول انقلاب ایران به استبداد وحشی که هر روز بیشتر و بیشتر شاهدش هستیم، از این رو مزاحم آقای بنی‌صدر شدیم که در خدمت ایشون به این مسئله بپردازیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت. سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان گرامی فارسی زبان. خیلی سپاسگزارم که با ما این وقت رو دادین. آقای بفرمایید که در اون روزهای به ویژه برای بینندگان جوانتر ما که در اون روزهای بسیار حساس تاریخ اخیر ایران چه میگذاشت؟ بر شما چه میگذاشت؟ عرض کنم که بگویم به این که در کارنامه مرتب می نوشتم که کودتای خزنده در دست اجراست، مراحلش هم می نوشتم. بنابراین جامعه اون روز ایران به طور روزمره مطلع می شد که در این کودتای خزنده چه مراحلش انجام گرفته، چه مراحل دیگری در دست انجامه. نوروز که سپری شد شتاب گرفت جریان کودتا. دلیلش هم این بود که ما نزدیک می شدیم به پایان جنگ. دو هیئت در فروردین ماه به ایران آمدن، یکی غیر متحدها، هیئت غیر متحدها، یکی هم هیئت کنفرانس اسلامی، سازمان کشورهای اسلامی. و ما پیشنهاد هیئت عدم تعهد رو بهتر یافته بودیم و یک اصلاحاتی هم درش به عمل آورده بودیم و آقای خمینی هم موافقت کرده بود و قرار بر این بود که اون هیئت جواب صدام رو بیاوره که آیا میپذیره این پیشنهاد و اصلاحاتی که درش شده یا خیر. و طبیعتاً نگران این بودیم که این قبل از پایان جنگ اینها کودتاشون رو به مرحله نهاییش انجام ندهند. با خیلی ملاحظه عمل میکردیم بیشتر از سابق. اونا هم در تحریکات می‌افزودن که آخرین مرحله این تحریکات توقیف دست جمعی به قول امروزی ها میگن فلایی روزنامه ها بود که از جمله اونها روزنامه انقلاب اسلامی. رئیس جمهوری بنابر قانون اساسی وظیفش اجرای قانون بود، پس باید اعتراض میکرد به این توقیف و اعتراض کرد. در همدان بودم. آقای خمینی عرض کنم به شما واکنش شدید نشون داد و حمله خیلی رو در رو انجام داد. البته قبل از او در 6 خرداد این گفته بود که ملت موافقت کند من مخالفت میکنم. بله. این بار شدیدتر انجام داد. حالا دلیلش این نبود که ایشون میخواست که از تعطیل توقیف روزنامه ها حمایت کنه، تنها این نبود، بلکه یک روز بسیار تلخی در زندگی من روز 17 خرداد بود و که من نزد آقای خمینی رفتم
آخرین دیدار ما هم بود. وقتی بلند شدم که خارج بشوم، پسر او آقای احمد خمینی گفت که شما آقای بنی صدر یک عیبی دارید. گفتم من عیب زیاد دارم، حالا این کدومش منظور نظر شماست؟ گفت اون که ول نمی کنید. حالا هی میگی اینا ساختن. آقا گروگان ها رها شدن رفتن و قضیه تمام شد. ساختن نساختن تمام شد. حالا امام پدرشو میگفت میفرمایند شما باید با اینها همکاری کنید. تلخ از این جهت که من تا اون زمان باور نمی کردم، با اینکه مشاوران من مرتب می گفتن که این ماجرای ساخت پاخت محرمانه و این کارهایی که این حدودهای خزنده‌ای که در داخل می شود خود ایشون سرپرستی میکنه، خصوصا این معامله سر گروگان ها رو تصدی با خود او بوده و من باور نمیکردم. گفتم ایشون غیر ممکنه، آخه چه حاجت داره به این کار؟ حالا که در حضور پدر پسر میگوید به این که شما اینا تمام شده ول کنید. کی میگوید این رو؟ اون زمان هم که هنوز من نمیدونستم ایشون با پیام‌های محرمانه با کارتر داده که ما بیاییم بهتره برای شما از بختیار بهتریم. همون قیافه ضد امریکایی او رو میدیدم دیگه. کی میگه؟ این آدمی که میگفت که نباید امریکای نماینده امریکا رو پذیرفت، نباید شیطان بزرگ است، نباید. این همه چیزایی که این آقا گفت و گروگانگیری رو ادامه داد تا 444 روز. حالا میگوید سازش هم کردن. خیلی بر من تر شد، برای اینکه اعتماد اصلا تمام اون ستون اعتماد فرو ریخت. که میشه آقا توی یک کشوری اعتماد کرد وقتی یک آدمی در مقام مرجعیت اون بدون نیازی، اصلا چه نیازی شما داشتی به اینکه با دسته ریگان و گوش سر گروگان ها معامله کنی؟ و چرا باید اصرار داشته باشی که من هم توی این کار کثیف شرکت کنم؟ خب ایشون مطمئن شد که من به قول پسرش ول نمی کنم، سازش هم نمی کنم، بر حق ایستادم. من هم اون در اون تلخی خیلی که الان هم که دارم با شما حرف میزنم باز این تلخی در ذائقه من نمایان شد، از نزد او بیرون آمدم، مطمئن شدم که دیگه آخر کار است و رفتم به همدان و در اون سخنرانی کردم در دفاع از روزنامه هایی که توقیف شده بودن و ایشون هم واکنش نشون داد. از اونجا رفتم به کرمانشاه برای اداره جنگ. شب هنگام برادرزاده ایشون آقای رضا پسندیده تلفن کرد و پیام ایشون رو اون آقا گفته بود، ایشون یادداشت کرده بود، با تلفن میخوند و اینطور خوند: من خیلی دلم میخواد که شما عزیز محترم، من شما علاقه دارم اینها و عزیز ما، شما رئیس جمهور ما هستید، فرمانده کل قوا هستید، اگر خواسته هاشو من عمل کنم رئیس جمهور میمونم، فرمانده کل قوا میمانم، حکومت را هم یعنی آقای رجایی و وزیرانش رو مرخص میشوند، هر کس من بگویم میشود نخست وزیر و وزرا من معین میکنم. این اون تلخی این که یک مرجعی که باید روحانی باشه، معنوی باشه، امتیاز قدرت پیشنهاد میکنه برای که من رام میشوم، این تلخی رو داشته باشید. ولی این اضافه میشود به اینکه خب حالا با به ازاش چیه؟ با اونها، یعنی با اون
رهبران حزب جمهوری که کودتای خزنده را تا مرحله پیش برده بودند همکاری کنم و با نهادهای انقلاب همکاری کنم. 8 گروه سیاسی را هم اعلامیه بدم محکوم کنم. خب من با اون گفتم به اون برادرزاده، بعدم به طریق دیگری به آقای امیرحسینی گفتم میروی بهشون، یعنی به این پیام من رو بهشون اینجور ابلاغ میکنید که مطمئن باشم این پیام به او میرسد. شما اگرم نکردی تا آخر میرم. گفتم شما این دست بر نمیدارید. به اصطلاح امتیاز که بخوای بدی قدرت است. تهدید میکنی که قدرت نمایی است که تا آخر میروی. آخه این دین این وسط کجاست؟ هیچ دین مینی تو قضیه نیست. این اسلام عزیز این چه شد که اینجا هیچ نقشی ندارد؟ من نه فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری و حکومت و اینها برای خدمت است به مردم، برای اینکه مردم از حقوقشون برخوردار بشوند، رشد بکنه این کشور. چه کار من میاد عنوان ریاست جمهوری برای تصدی جنایت سرکوب 8 گروه من اعلامیه بدم محکوم کنم، حالی که قانون اساسی من میگه باید حافظ حقوق اونها و آزادی اونها باشم. نه، من نمیپذیرم. سرتیپ ظهیرنژاد هم از طرف آقای اردبیلی همین پیام آورده بود که باید من اعلامیه بدم اون 8 گروه رو محکوم کنم. یک اضافه هم داشت که یک فهرستی هم از اسامی همکاران من آورده بود که اونا رو باید ترک کنم. بعد آقای رفسنجانی توی کتابشون، کتاب خاطراتشون میزن در 6 خرداد که اون گفتن که بنی صدر و این اطرافیان نابکارش بالاخره چیز میکنه، مجبور میکنه حذف بشه. بله. خب حالا اون همکاران من ذره‌ای تا امروز خوشبختانه نه به وطنشون خیانت کردن، نه به آزادی مردم، نه به استقلال ایران، نه به حقوق انسانی مردم ایران، نه به حقوق شهروندی اونها. کمترین تجاوزی از اونها هیچ ایرانی ندید. چون اونها که شهید شدن، اعدام شدن توسط این رژیم، چون اونها که مهاجرت گزیدن، چون اونها که در وطن موندن، اونها همچنان جانبدار این حقوق باقی موندن. اما خود اینها ببینی کارنامه‌شون از چه قماشه: جنایت و فساد و خیانت. 3 کلمه کارنامه اینهاست. به هر حال بعد شب هنگام اون فرمان عزل رو ایشون خواندن. آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی کل قوا عزل می شود. بعدش هم اون دستور ایشان است بنابر کتاب عبور از بحران آقای هاشمی رفسنجانی به او، آقای خمینی به آقای هاشمی رفسنجانی دستور میدهد کار بنی صدر رو زودتر تمام کنید. آقای بنی صدر یه بار قبل از اون سعی کردن که از طریق مثلا دیوان عالی کشور این کار انجام بدن. بله همینطوره. اونا هم شورای مستشاران دیوان کشور گفتن این غیر ممکن است، برای اینکه این اوست که بر قانون ایستاده و میگوید به بقیه بیایید به قانون عمل کنید. ما چه به او بگوییم؟ بگیم چرا عرضی به دیگران میخوایی به قانون عمل کنن؟ هیچ تخلف سر سوزنی، تخلف از قانون اساسی هم ندارد که ما بگیم چون فران تجاوز به
اصلی از اصول قانون اساسی کرده، این باید محاکمه بشه. پس رد شد. مستشاران دیوان کشور به اتفاق آرا رد کردن. و اون چه زبانی بود؟ اون که همین قبل از این تحریک بردن مجلس. در این فاصله 3 نفرم رفتن پیش آقای خمینی. اینا نگرانیشون 2 چیز بود. اینا که تو مجلس 8 تا دلیل رو ذکر کردن برای اینکه عدم کفایت. 2 دلیل سانسور شد. 1 دلیل مسئله پایان جنگ بود. 1 دلیل هم اون زد و بند محرمانه سر گروگان ها، اکتبر سورپرایز، که بعد افتضاح اکتبر سورپرایز وجود داشت. اون 3 نفر آقایان بهشتی و خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی رفته بودن پیش آقای خمینی که الان اگر تمام روحانیت با بنی صدر مقابل بشود، محبوبیت او در نزد مردم بدان حد است که روحانیت شکست میخوره، او پیروزه. اگر جنگ تمام کنه میاد با سوار تانکاش میشود، میاد به تهران، اون وقت دیگه شما هم حریفش نیستی. اگر حالا کارش تمام نکنی دیگه فردا دیر است. این حرفی که بعدها آقای شامخانی زد که بنی صدر میخواست سوار تانکاش بشود، تو ذهن من هرگز نبوده هم چیزی. این حرفی است که اون 3 نفر به اون آقا گفته بودن. بعد هم برای این کادرهای سپاه پاسدار توجیه کرده بودن که اگر عمل نمیشد، جنگ تمام میشد، دیگه کسی حریف بنی صدر نمیشد، سوار تانکاش میآمد، همه ما رو جارو میکرد. یعنی آقای بنی صدر پایان جنگ، پیروزی نسبی در جنگ، قرارداد صلح با عراق، غرامت گرفتن، این حرفا ضربه آخری بود که اونا احساس میکردن که برای حاکمیتشون داره میخوره. همینطوره. علاوه بر این که بعد که جنگ تمام میشد، سازش محرمانشون با ریگان و بوش بی‌محل میشد دیگه. اونا این سازش کرده بودن که اون آقا بشه رئیس جمهور، به اینا اسلحه بده. اینی که از راه اتفاق که نیست. همون روزی که ریگان در 6 نوامبر یا 4 نوامبر 6 نوامبر رئیس جمهور به ریاست جمهوری انتخاب شد، این آقایان هم طرح عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا رو بردن مجلس، برای اینکه میخواستن که فرماندهی دست خودشون باشه که اون معامله انجام بگیره، اسلحه بگیرن از امریکا، به اصطلاح با صدام بجنگن، جنگ پیروز بشون، کمربند شیعه به وجود بیاد. ولی در زمان جنگ به ویژه بعد از چند ماه اول جنگ که نیروهای عراق رو ارتش ایران متوقف کرد، علاوه بر اون که ضمن اون که آقای حسین خمینی گفتن که با اونا بحث کردن و گفته بودن، آقای حسین خمینی نوه آقای خمینی که گفته بودن این سران حزب جمهوری که خوزستان نه حتی نصف ایران برود بهتر از این است که بنی صدر در جنگ پیروز شود، همه کارم میکردن برای اینکه در جنگ پیروز نشون. آره، بعد که موفق نشدن، بعد رفتن آقای خمینی رو قانع کردن با کودتا، مرحله آخر کودتا رو که انجام دادن، اون هیئت عدم تعهد رو از دفتر آقای رجایی به وزیر خارجه کوبا تلفن کرده بودن که فعلا فعل و انفعالی قراره در ایران انجام بگیره، شما بعد از اینکه فعل و انفعال انجام گرفت از شما دعوت خواهیم کرد بیایید. فعل و انفعال یعنی همون مرحله آخر کودتا رو که انجام دادن، دیگه از اونها هم دعوتی نکردن و اون جنگ به مدت 8 سال ادامه یافت. یک نسل ایرانی قربانی شد، به قول خودشون 1000 میلیارد زیان ایران شد و جنگ به قول آلن کلارک وزیر دفاع حکومت تاچر در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامهش فراهم شد، یعنی اونا فراهم کردن.
ایجادش از طریق آقای صدام، ادامهش از طریق رژیم آقای خمینی با کودتا در خرداد 60. اون دوتا دلیل اصلی که سانسور شد این دوتا بود. حالا 8 دلیل هم تو مجلس عنوان کرده. اینا مهمه که نسل امروز بدانه که اینا چه دلیلی ارائه کردن بر عدم کفایت. اول بگم که عزل از فرماندهی کل قوا غیر قانونی بود، به دلیلی که هم در به اصطلاح 3 جلد صورت مذاکرات اون مجلس خبرگان مضبوطه هست، هم خود قانون میگوید، قانونی که اصل 110 و اصل 113 برابر اصل 110 آقای رهبر مال اون قانون خبرگان اول و نه اینکه بعدی این یه اختیاراتی داشت به عنوان فرمانده کل قوا که عبارت بود از نصب رؤسای نیروهای زمینی و هوایی و دریایی و رئیس ستاد ارتش و فرمانده سپاه و 2 نفر در شورای عالی دفاع میتونست نصب کنه. همین قید شده است که بر آنچه غیر از این هست از فرماندهی کل قوا با رئیس جمهوری است بنابر اصل 113. حالا اون مقداری که به ایشون مربوط میشد خودش انجام داده بود، یعنی اون فرماندهان با نظر موافق ایشون نصب شده بودند. 2 تا عضو در شورای عالی دفاع داشت، پس اختیاری نزد من نداشت، بنابر قانون اساسی حق تفویضم نداشت که بعد من رو عزل بکنند. یک کودتا بود. این یک. 2 اینکه باز بنابر همون صورت مذاکرات کسی رو به دلایلی که در اون مجلس عنوان شده است، اینها دلیل عدم کفایت نبود. در اون مجلس صحبت این بود که اگر سلامتش نقصان پیدا کرد نتونست تصدی بکنه، اینها میتونستن مجلس بگه که به دلیل اینکه ایشون ناتوان است از انجام وظایف ریاست جمهوری به اصطلاح حذف می شود. اینکه من رو بر خاطر عقایدم به اصطلاح بگن عدم کفایت دارد به دلیل این به جرم این 8 دلیل که خواهم شد. قبل از این هم باز یک نکته بسیار مهم یادآور بشم به هموطنان عزیزم. اون این است وقتی که زورمدارها اینطورن، قدرتمدارها وقتی صحبت فکر راهنما و مرام و عقیده پیش میاد اون رو سانسور میکنن با کشیدن صحبت از شخص، و وقتی به عکس صحبت از این میشود که فلان مثلا آقای فلان اینجور اونجور آقای خامنه ای این صلاحیت ها رو ندارد، میگن آقا اگر ایشون حالا بگیم اینا صلاحیت کم و زیاد بشه اسلام در خطر است، اون اسلام میکشن جلو. این کار قدرتمدار است. اون روز اون زمان به این اون 2 دلیل اصلی که سانسور شده به نمایندگان و مردم ایران گفته نشد ولی خودشون در حضور آقای خمینی نشستن و به اون 2 دلیل تصمیم به انجام مرحله آخر کودتا گرفتن، پایان جنگ و قضیه بی‌محل شدن و بعد خطر فاش شدن و افشا شدن و بی حیثیت و بی آبرو شدن حضرات، 8 دلیل در مجلس اقامه کردن برای بیکفایتی رئیس جمهوری. که البته ببخشید باید یادآوری کنم که آقای مهندس معین‌فر که تنها نماینده بودن که با شجاعت در مجلس در مخالفت با اون طرح عدم کفایت سخنرانی کردن، تاکید کردن بر اینکه این دلایلی که ارائه میکنن در واقع دلایلی است که باید رئیس جمهور را ستایش کرد به خاطر پایبندی به اونا. بله همینطوره. یه نماینده دیگه هم همین مخالفت کرده بود، ولی ایشان اون خطابش البته تاریخی است و میموند در تاریخ.
بله. خب دلیل اول عدم اعتقاد به اصل ولایت فقیه. شخصی به اسم علی اکبر معصومی در اون مجلس گفته که برای اثبات کنه به اون نمایندگان که من مخالف ولایت فقیه هستم، گفته ایشون در مجلس خبرگان 9 دلیل بعد در مخالفت با ولایت فقیه ارائه کرده که راست گفته. البته با این توضیح که گفتم 2 دلیلش از آقای طالقانی است، 7 دلیلش از خود من است. 2 مخالفت با گروگانگیری و قرارداد الجزایر، لحاظی که من اعلام جرم کردم اون امضا کنندگان قرارداد الجزایر که برخلاف قانون اساسی قرارداد ننگینی رو امضا کرده بودن که به قول آقای کارتر ایران شد نقره داغ و میلیاردها پول ایران رو خوردن، هنوز هم میخورن و اون چرا هم که طبق اون قرارداد باید میدادن هنوز که هنوزه ندادن. عرض کنم به شما مخالفت با نهادهای انقلابی، یعنی سپاه پاسدار و دادگاه انقلاب و بنیاد نمیدونم مستضعفان و کمیته ها و اینا. مخالفت با اعدام ها و افشای شکنجه. باور به دموکراسی و حقوق بشر غربی. هموطنان من، جوانان نسل امروز خوب گوش بدید. بنی صدر به این دلایل اصل شد. چیزی غیر از این دلایل تو مجلس ارائه نشد. اینکه بگوین بنی صدر ایران عیبی داشته کرده، این چیزا اونجا عنوان نشد، اینا عنوان شد. مخالفت با تبلیغات برای امام خمینی. چی بوده مخالفت با تبلیغات برای امام خمینی؟ من گفتم آقا این شب و صبح تا شب، شب تا صبح امام ای امام، این صبح ظهر شب نصف شب، این اثر معکوس داره، به سود نیست، به زیان آقای خمینیه، اصلا صحیح نیست، کیش شخصیت غلط هست. باید شخص رو، اون که اون زمان گفتم و امروز میگویم و همیشه خواهم گفت اینه، شخص رو باید به حق سنجید، نه حق را به شخص. شما میگه امام گفت، حالا آیا این حق درست گفت یا غلط گفت؟ امام گفت گروگانگیری انقلاب دوم است، چون ایشون گفته باید خفقان گرفت و نگفت که این خیانت به ایران است و ایران رو به گروگان امریکا در می آورد. متاسفم که غیر از من اون روز در اون کسانی که در تصدی بودن کسی نگفت این حقیقت رو و آمد بر سر ایران اونجا آمد. یه دلیل شخصی هم گفتم، اون این تبختر. حالا شنوندگانی که شما هستید و بینندگان به لغتنامه ها رجوع کنید و من به لغتنامه ده خدا معنای تبختر رو برای شما میگم. خرامیدن به ناز، راه رفتن مثلا با کج و راست شدن و این مثلا سر و دم گرفتن، خرامیدن و نازیدن. حالا این کجا من این گونه راه رفته بودم که این آقایان دیدن و این 2 دلیل گرفتن بر عدم کفایت در جبهه‌های جنگ بوده. من که برای همون افتتاح کار که خودم اشتباه میدونستم انتقاد کردم از خودم و که اون مجلس انتخابات قلابی است برای اینکه با آقای خمینی سرشاخ نشوم، رفتم برای افتتاح اون مجلس پیاده رفتم از محل کارم به مجلس، پیاده برگشتم، نه گاردی بود، نه عرض کنم به شما سانی بود، نه نمیدونم
هیئتی که با از چپ و راست و جلو و عقب مثل این آقایان میدوانن این چیزا نبود. تنها رفتم و صحبت کردم و افتتاح کردم و تنها هم برگشتم. این تبختر کجا بوده؟ با کی بوده؟ برای کی بوده؟ بله این به این دلایل اون مجلس قضایی قلابی رأی داد که به رئیس جمهور کفایت ندارد. اولا که اون دلایلی که مردم ایران میشناختن که من محرمانه که مخالفت نکرده بودن با ولایت فقیه. دفاع از حقوق بشر رو هم که من هیچ وقت در عمرم نانش نخوردم و همیشه اولش کردم، برای اینکه یک امر انسانی است، ربطی به سیاست ندارد. انسان صاحب حقوق است. بر هر انسانی که حقوق خویش را میشناسد باید بداند که عمل کردن به حقوق خود یک کار دفاع از حقوق دیگری هم به همون اندازه مهمه. برای اینکه دیگری از حقوق خودش برخوردار نباشه، شمایی که میخوای از حقوق خودت برخوردار باشی هم نمیتوانی درست از این حقوق برخوردار باشی. خب از زمان که من جوان بودم و مبارز سیاسی بودم دفاع کردم از حقوق انسان، در خارج کشور کردم، بازگشتم به ایران کردم، مردم ها میدونستن و رأی دادن. با وجودی که مردم میدونستن و رأی دادن، شما بگی این به این دلیل من باید که بی‌کفایتم؟ مخالفت با اعدام و شکنجه جرمه؟ دموکراسی مگر نه قرار بود که قانون اساسی ولایت با جمهور مردم باشه، مردم رأی بدن و منتخبان اونها حکومت کنن؟ دموکراسی مگر غیر از اینه؟ بله اینا جرائم من بوده در اون زمان. حالا اونهایی که در اون زمان بودند و به این رأی دادن، به این دلایل، به اصطلاح دلیل، بعد که خواستن دیدن که میخوان مشی دموکرات و اصطلاح جانبدار حق و حقوق بازی کنن، میگن نه، بنی صدر هم با اون طرف مقابل سر قدرت دعوا داشت. تو به سر قدرت دعوا داشت که خود تو مجلس چرا به اینا رأی دادی؟ پس باید اونجا پا می‌شدی میگفتی آقا این دعوای قدرت است و یک موضع حق طلبانه اتخاذ می‌فرمودید و بعدم اونجا تو مجلس در دعوای سر قدرت موضوع داره دیگه. یه موضوعی داره که مثلا ایشون بنی صدر میخواسته است تمام اختیارات و قوا دست او باشه. خب میگفته اینو بقیه هم میگفتن نمیذاریم دست شما باشه، دعوا شده. اونا مرتب تو مجلس طرح امضا میکردن به عناوین مختلف که این اختیارات مختصری که در رئیس جمهور داشت در قانون اساسی اونا هم سلب بکنن. اما من نه در دوران ریاست جمهوری حتی کاری وقتی چیز شد نامه هم نوشتم که هیچ روزنامه‌ای رو به عنوان این که به رئیس جمهور بد میگوید، فحش میدهد، دروغ میگوید، تهمت میزند توقیف نکنید. هیچ مقامی رو من عزل نکردم جز یک نفر، آقای من خودم نصب کرده بودم در ارتش، آقای صیاد شیرازی، به لحاظ غلطکاری هاش در کردستان. هیچ مقامی رو تا بودم عزل نکردم، به لحاظ اینکه اعتقاد من این بود که انسان ها توانایی دارن اگر به اونها امکان و فرصت استفاده از توانایی هاش داده بشود. این است که همکارای خیلی برجسته هم پیدا کردم و همین بود که در جنگ پیروز شدیم. منی که در فرماندهی کل قوا توضیح کردم اختیارات فرماندهی کل قوا رو
از در سلسله مراتب ارتش کسی بودن که سر قدرت با این آقایان دعوا بکنن؟ نه. اتفاقا 3 نفر پزشک عضو انجمن پزشکان سلمان رفته بودن پیش آقای بهشتی که ما عرض کنم که دلیل شما آمدن پیش من که خب شما چرا دعوا با اینا سر چی؟ و گفتیم والا این چیزایی که این 2 دلیل رو اون وقت زودتر از این زمان بود و منم هنوز نمیدونستم این زد و بند محرمانه رو مطلع نشده بودم یا مثلا اطلاع من دقیق بگیم بهتر نشده بود. اونا گفتن دلیل رو گفتیم و این دلایل آقایان میخوان همه چیز قبضه کنند و آدمای بیکفایت رو بگمارن بر امور. اینا دشمن با من پیشنهاد کنن برای تصدی امور ولی با کفایت. گفتن این حرف بسیار عالی، حالا ما میدیم همینه میقبولانیم طرف. گفتیم خب بریم بقبولان. رفتم پیش آقای بهشتی. گفته بودن که اینجوریشون میگه خب شما اون آدمای با کفایت بذارید وزیر وزرا آدمای با کفایت باشن ولی مخالف رئیس جمهور. اون آقا بهشون گفته بود که ما بنابر این است که تصدی با ما باشد، بنابراین نیست که ما بیاییم و تصدی رو بدیم به اشخاصی که شما میگویید لایقند و خودمون برویم دنبال تسبیح انداختن. اون بعد به من تلفن کردن که حق با شما بود، اینا جز قدرت نمیخوان. اینا همه شده. اینکه بیای حالا بگی که دعوا سر قدرت بود یه دروغ خیلی بیمزه است. دعوا سر اینا بود. کسی قدرت بخواد که با تعطیل روزنامه ها مخالفت نمیکنه، با شکنجه و اعدام مخالفت نمیکنه، طرفدار حقوق بشر نمیشه. چنانکه آقایان نشدند و نیستند و هنوز که هنوزه کسی تو اون کشور جرأت نداره بگه انسان حقوقمنده. البته آقای وزیر به عنوان یک پدیده اجتماعی حتما باید در خدمتتون یه دفعه به این مسئله بپردازیم که چرا مسائل اتفاقاتی به این مهمی رو مثل مسئله گروگانگیری، مثل کودتای خرداد 60 رو نیروهای سیاسی ما، حتی نیروهای سیاسی مدعی طرفدار آزادی کمتر بهش اصلا پرداختن و تحلیل کردن و چراییشو بهش پرداختن و من در خدمتتون یه دفعه باید در این رابطه با هم صحبت بکنیم. حتما، ولی در یک جمله عرض کنم که اولا سانسور میکنم، کمتر که هیچ اصلا نمیپردازم. ثانیاً به این که پرداختن به این امور روشن میکنه اهمیت بدیل و الگو رو. اگر در اون انقلاب، در رهبری اون انقلاب، جانبداران استقلال و آزادی آدم‌هایی بودن که به خود مستقل و آزاد بودن، الگو و بدیل بودن، این انقلاب این سرنوشت پیدا نمی‌کرد. اونا یک اقلیت کوچکی بودن، ما جمع ما یک اقلیت کوچک بودیم. اکثریت بزرگ میخواستن یک قدرت جدیدی رو جانشین قدرت میرنده‌ای بکنن که قدرت پهلوی ها بود. بنابراین هنوز هم نمیخواهن این قضیه دعوا سر استقلال آزادی یه طرف و قدرت یه طرف دیگه در واقعی همین بود، هنوز هم همینه. بله. منتها این طرف استقلال آزادی محتاج یک بدیل نیرومنده و اون را هم جامعه است که باید بهش اقبال کنه تا اون نیرومند بشود. امیدوارم که این تجربه رو مردم ایران قدر بشناسن و برای اون بدیل اهمیت قائل بشون و وارد عمل بشون برای اینکه اون بدیل نیرومند بشود تا تحول بی خطر انجام بگیره و ایران از استبداد تاریخی برای همیشه برهد.
شاد و پیروز باشید. خیلی سپاسگزارم آقای بنی‌صدر.